به نام خداوند بخشنده و مهربان. برادر و خواهر عزیزم، انسان مؤمن و مسلمان در همه حالت تنها و تنها باید از الله بترسد. از هیچ چیز و از هیچ کسی دیگر باید نترسد. در این روزهایی که این وبا، این ویروس کرونا در حال پهن‌شوی است، بسیاری ها در حالت ترس و هراس، خوف و خطر و وهم قرار گرفتند. برادر و خواهر عزیزم، شایسته انسان مؤمن و مسلمان این نیست که چنین کند، چون که الله تعالی در قرآن عظیم و شان می فرماید که استعیذ بالله قل ان الامر كله لله. بگو این که تمام امور و تمام کارها همه‌اش در دست الله است. انسان مؤمن و مسلمان همه را باید از الله ببیند و تنها به الله توکل داشته باشد و یقین کامل به الله داشته باشد. الله تعالی چی زیبا می فرماید، استعیذ بالله و من یتوکل علی الله فهو حسبه. و هر انسانی که بر الله توکل می کند، الله او را بسنده است. الله او را بسنده است از همه چیز، از همه ترس، از همه گونه خوف و خطر. الله انسان را بسنده است. اگر انسان واقعا به الله توکل بکند، الله او را بسنده است از همه چیز. و همچنین الله تعالی در جای دیگر می فرماید قل لا املك لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. بگو که من برای خود هیچ منفعت و هیچ ضرری را صاحب نیستم جز آنی که الله خواسته است. و همچنین در جای دیگر می فرماید الله تعالی قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. بگو بر ما نمی رسد جز آنی که الله در تقدیر ما نوشته است. در حالی که ما یقین کامل داریم که همه چیز در دست الله است. رزق ما در دست الله است، نیکی و بدی در دست الله است، جنت و دوزخ در دست الله است و مرگ نیز در دست الله است. پس برای چی اینقدر خوف، اینقدر ترس و هراس و وهم؟ انسان مؤمن و مسلمان با خواندن و شنیدن این آیه ها باید که دلش را از همه گونه خوف و خطر و از همه گونه وهم آزاد بسازد. حضرت عایشه رضی الله عنها، همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم و مادر مؤمنین، در حدیث می فرماید سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الطاعون. از رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره طاعون و این وبا پرسان شدند. فاخبرني انه عذاب يبعثه الله على من يشاء. رسول الله صلی الله علیه و سلم به مادرمان حضرت عایشه خبر دادند این که وبا و طاعون یک عذاب است که الله تعالی به هر کی بخواهد آن را روان می کند و ان الله جعله رحمة للمؤمنین. و این که الله تعالی این را، یعنی این وبا را، رحمت برای مؤمنان قرار داده است. لیس من احد یقع الطاعون فیمکث فی بلده صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهید. رواه البخاری. و این که الله تعالی این وبا را رحمت برای مؤمنان قرار داده است و هر مؤمنی که دچار این وبا گشت و در شهرش باقی ماند و صبر کرد و از الله امید پاداش کرد و این را یقین دانست این که هیچ مصیبت بر اون نمی رسد جز آنی که الله در تقدیرش نوشته است، در چنین حال اگر کار با او رخ داد، اجر و ثواب شهید نصیبش می گردد. روایت بخاری است. برای چی اینقدر وهم،
انسان مسلمان باید جز از الله از کسی دیگر و از چیزی دیگر نترسد. بالاخره ملک الله است. زمین و آسمان ها از آن الله است. پادشاه مطلق الله رب العزت و الجلال است. هر گونه‌ای که بخواهد همان گونه در ملکش تصرف می کند. شیخ عطار چه خوب می فرماید: او سلطان هر چه خواهد آن کند، عالمی را در دم ویران کند. آن یکی پوشیده سنجاب و سمور، وان دیگر خفته برهنه در تنور. آن یکی را اره بر سر می نهد، دیگری را تاج بر سر می نهد. هرچی بخواهد آن می کند الله تعالی. بنابر همین انسان مؤمن و مسلمان خود را از همه این وهم و ترس و هراس آزاد کرده بر الله توکل می کند. البته ناگفته نماند که توصیه هایی که متخصصان از جمله شستن دستها و پاکیزگی وصیت می کنند باید رعایت شوند، اما نه اینکه اون ترس و هراسی که در دل مردم جای گرفته است ما آن را در دل خود جای بدهیم و همچنین دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم را فراموش نسازیم و پیوسته این دعاها را بخوانیم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. همچنین أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق و همچنین أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أجد و أحاضر و همچنین این دعا را نیز بخوانیم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله تعالی من و شما و تمام مسلمانان را از این وبا نگهبان باشد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.